سلام و درود به برابکس خفن کال آف دیوتی موبایل. چطورین؟ امیدوارم حالتون عالی باشه. پارسایکات هستم و اومدم با یه ویدیو خفن و فضایی دیگه. خب بچه‌ها گفتم بیام اینجا اینترو رو بگیرم، یه سلام علیکی باهاتون بکنم، بعدش هم بریم سراغ ویدیوی اصلی. زیاد اینجا من وقتتون رو نمیگیرم، ویدیوی بمبی شده. به نظرتون آخرش رو ببین کردم یا نه؟ بریم ویدیو رو ببینیم. لیتس گو. خب اومدیم با ویدیو اینجا که تو هواپیماییم و بچه‌ها راستی خیلیتون برداشتین گفتین انقدر میگی ویدیوی بمب و فضایی ویدیوهات اصلا هم خفن نیست و از اونجور چیزا. خب بچه‌ها یکم وایسین، حالا بذارین من سطح بازیم دوباره برگردم مثل قدیم شه. اون موقع بهتون میگم ویدیوی بمب و فضایی چیه، وگرنه ویدیوی قبلی رو نگاه کنین اینجا شات زدم براتون اصلا ماه اصلا نیست در جهان. حالا بازم الان باز سطح پلی هم یکم اوکیه، ولی ویدیوهای بمب هم باز شروع میکنیم و ویدیوها رو خفن‌ترش میکنم با سطح بالاتر. شما هم حتما ویدیو رو سابسکرایب کنید. به به سوتیایی که میدیم و ویدیو رو حتما لایک کنید. اما بچه اینجا رو نگاه کنید، اومدم کاور یارم اینجوری یارتون رو کاور بدین، داشت فرار میکرد یارم، اومدم زدمش. و آره بذارید حالا شما بهم انرژی بدین، ویدیو رو لایک کنید، کامنت برام بزنید، کامنت انگلیسی بزنید لایکاتون نپره. حتما هم چنلمو ساب کنید که من انرژی بگیرم سطح ویدیوها رو بیارم بالاتر دیگه. خدایی چرا انقدر کم کاری میکنین دیگه؟ من الان دارم رو فرم اومدم دیگه، دارم هفته‌ای 2 تا ویدیو رو براتون آپلود میکنم. شما هم بیاین دیگه یه مرامی برای ما بذارید، ویدیو رو لایک کنید، کامنت بذارید، کامنت انگلیسی حتما بزنید که لایکاتون نپره و سابم هم بکنید که انرژی بگیرم دیگه. دارم براتون ویدیو میذارم. خلاصه که دمتون گرم، این کارا رو حتما برام بکنید که انرژی من بیاد بالاتر، ویدیو خفن‌تری براتون بگیرم. بچه‌ها اولای ویدیو تا اواسطش زیاد کار خاصی نکردم، بیشتر بات زدم. باز حالا آخرش ویدیو بهتر شدش و چیز کردم. ویدیوم حالا زیاد چیز نیستش، ویدیوهای اینجام زیاد کار خفنی توش نکردم، مثلا تک به 3 تک به 4 بزنم. ولی ویدیویی که قرار دوشنبه آپلود کنم توی اینستا هم گذاشتم، حتما اینستا هم فالو کنید. یه ریلز گذاشتم توش، اونم یه لایکی بزنید ما انرژی بگیریم. استوری هم میذارم، اکثرا هر روز استوری میذارم، مثلا یکی دو تا موقعیت میذارم. بچه‌ها من بزنین اینجا براتون توضیح بدم. اومدم اینجا دیدم یه 2 نفر این داشمون زده، ببینین ازش فاصله گرفتم، باز چقدر دمیج داد تو فاصله. اون وقتی اس ام جی دارین جلوتون شاتگان پلیرن، یه دونه اسلاید بک بزنید. حالا اینا رو دیگه بلدین، نیازی نیست من آموزششو بذارم، چون واقعا دیگه حالا تو کالاف ایران جای آموزش دیگه نداره دیگه. بازیتون از منم بهتره، من بیام چی آموزش بدم جلو شما آخر؟ خدایی بازیتون خیلی خوبه. و آره یه دونه اسلاید بک میزنید که از شاتگان پلیر دور شین و با اس ام جی بگیرین روش بخورینش، چون موقع دیگه نه وان شات میشین دو شات هم نمیشین. ولی بازم دیدی من فاصله داشتم، فاصله‌ام کم بود، بازم میگم چه دمیجی داد. 2 تا از آرمورای منو شکست، فکر کنم آرمور 200 هم داشتم، آرمور 200 هم حتی شکست. این تقریبا 3 تا آرمور منو شکست. اگر آرمور 200 نداشتم آرمورام کلا میشکست. بعد آره داشتم میگفتم اینستا منم بیاین حتما استوریا رو یه نگاهی بندازین، استوری خفنی میذارم، نیدای خفنی دارم جدیدن میزنم اونجا هم برای من. استوریا رو لایک کنید اگر هم دوست داشتین، زیاد زمانت نمیبره براتون، یه لایک بکنید و یه ریپلای هم اونجا برای ما بزنید، ما انرژی بگیریم. و حالا ریلز جدیدم ایشالله میخوام بذارم بدون حرف پیش، چون خیلی تو اینستا من گفتم ریلزو میذارم ولی خیلی وقت نذاشتم هم ریلز دومو. زیر کامنتاشم اکثرا اومدن گفتن پارت 2 کی میذاری، منتظر پارت 2 کی باشیم. و هی بهشون میگم شنبه. و باشه اینجا نگاه کن، یه دفعه 2 نفر اومدن، رفتم دورشون زدم، یارمو زدن، آرمور رو که یوز کردم اینجا اول کیلشو میدادیم، بعد اینجا تو ناموس دمیجشیم، بعد خودش. آره اکثرا زده بودن که پارت 2 رو که میذاری. هی میگم شنبه ولی پشت گوش میفته. واقعا یکم سخت ریلز گذاشتن، ولی در تلاشم ماهی یه دونه ریلز رو براتون بزنم. اینجا نگاه کن اومد یه شات، 2 شات اشمون، بعد اینجا دوباره رفت بالا، یکی دیگه کشتش ولی این حالا وان شات شد، کیلش هم دزدید. این بنده خدا اومدم این یوری رفت از جلو من فرار کرد، فقط تو با ما کاری نداشت، من میرم هیچ کاری هم باهات ندارم تو کیلاتو بزن. من مثل فشنگ بغلم رد شد که فکر کنم جلوترم بنده خدا رو میرم میزنم. بعد آره ولی ماهی یه دونه ریلز رو میخوام سعی کنم براتون بذارم. استوریا رو هم گفته بودیم که بچسبونم به هم دیگه، موقعیتی نذار آیناشی همون یارو بودش که فرار کرد. یک 2 شات اینجا ازم خورد، آرمورش تقریبا شکست، اینجا طرف گرفتش، تق وان شات شد. بعد آره داشتم میگفتن که
ما یه دونه ریلز رو میذارم. استوریان هم گفته بودین که بچسبونمشون به هم دیگه، آهنگ بذارم روش بذارم که اونم چشم، اونم میذارم ایشالله براتون. اینا رو اوکیش میکنم دیگه. ایشالله اسفند بشه یه سری کارا برام پیش میاد دیگه. کلا تو خونم بچه اینجا ناکنین یه شات من میریم تو تق وان شاتش میکنیم. اون میزنه وان شات نمیشیم، ما میزنیم وان شات میشه. یه بار تو عمرمون ما وان شات کردیم، یعنی اکثرا تو این موقعیت من میخورم. جفت اون با هم شات ول بدیم من وان شاتم، اون وان شات نمیشه. اینجا هم که این بنده خدا این ور اون ور میکنه، بعد میبینیم هیچی و یارش اومد بالا. آرمور رو انداختیم اینجا، از این آرمور رو برداریم. آرمور خیلی خوبن، بهترین کلاس توی چیز آلکاتراز یکی ریفیتره برای آرمور سری یوز کردن که بری سری فایت بدی، یکیش هم ترپ مستره اونم خوبه. و پامپد هم بد نیست ولی باید بلد باشی باش کار کنی دیگه. میدونی من خودم اصلا بلد نیستم. اینجا که الکی ما مردیم، الکی که نبود، میس میدم میگم. من یکم سطح بازیم اومده پایین، اون سطح بازی قدیممو دیگه ندارم. مثلا ویدیو اول منو اگر برین نگاه کنین، 4 تا ویدیو اول من خیلی سطحشون با الان من فرق میکنه. بعد بچه راستی همینجوری امروز اومدم رفته بودیم پایین، اینجا برف اومده. از خودتون میبینم چیکار کردین، برف‌بازی کردین دیگه. خلاصه خواهر من رفت برف‌بازی کنم، ما اومدیم رفتیم پایین ازش عکس بگیریم از آدم برفی. گوشی در بردم دیدم گلسم هم قلفتی کنده شد از روی گوشیم. به این نگاه کردم بودم خدایا چرا باید گلس من یه دفعه در بیاد. خلاصه رو من گلس مات بازی میکردم، الان یکم سختم پلی بدم. آلکاترازم که این هفته نمیادش، سیزن هفته دیگه عوض میشه، آلکا نمیادش. زده حال بعدی خوردم، من فکر کردم آلکا میاد تو هوای برفی، واقعا آلکا میچسبه. بری آلکاتراز همه رو پاره کن. اینجا میشه که خوشگل زدم بهش، رو هوا بودم دیگه. آره اون زیاد ارتفاع نداشتش ولی بازم شات خوشگلی بود. اینجا که یارش اومد و اینجا شاتمون نخورد، این یه شات ای بابا اینجا هم نخورد. چقدر نیست دارم میدم ده بزن دیگه. آها اینجا هم دیگه زدیمش، نذاشتیم یارمون بدوزدمش. این طرف گرفت ما رو، یاراش بالا بودن. آخه الان جفت یارای من اینجا میمیرن. ترپ مونده بودن، یکیشون با ترپ مرد، اون یکی هم با گان زدش. اینجا اومدم آرمور رو یوز دادم و 117 رو یه ریلود کردم، گفتم داداش بیا خوردمت. گرفتیم روشو تو ناموس دمت شد، مرد وایپ شد بنده خدا. رفت لابی. ایشالله دست بعدی این دست تو نبود داداش. این بنده خدا هم دوباره ریوایو شد. اینو من تا الان 2 بار فکر کنم زدم شاتم نخورد. اینجا رو نگاه کنید، دراپ شات به موقع. دراپ شات بچا نزنید ولی به موقعش مثل اینجا اینطوری دراپ شات بزنید. یارو ایمش همه تیراش میس میره. البته که ریلود شد فکر کنم آخرش، ولی اگر دراپ شات نمیزدم فکر کنم یه تیر دیگه میخواستم. یه تیرش به من میخورد من افتاده بودم. دراپ شات ها رو زدم تیرش میس رفت رو ریلود گرفتم روش مرد. یه ذرم شانس آوردم البته. بعد آره داشتم خلاصه میگفتم برف میاد و برین اشغال کنید، ولی آلکاتراز نیست دیگه. اگر آلکاتراز بود این وایس رو من دارم پنجشنبه براتون میگیرم. فردا اگر الان سیزن هفته دیگه عوض نمیشه، آلکا فردا میومد و میرفتیم تو گیم اشغال میزدیم، همدیگه رو جر و جر میکردیم. ولی متاسفانه آلکاتراز نمیادش. تا هفته بعد سیزن عوض شو، ایشالله هفته بعدی جمعه برین اوباش کنیم تو آلکاتراز. بعد آره دیگه اینجا هم این بالا بودیم و یه ایمی میگیریم ببینیم کی کجاست. یه نفر فکر کنم زیرم بود اینجا. گیم پلیر دقیق یادم نمیاد. این گیم پلیر بچه برای 2-3 هفته پیش اکثرا. من 2-3 هفته پیش بود آلکاتراز با بچه‌ها کلی رفتم بازی کردم. یه حدود مثلا 100 تا ویدیو من گرفتم که حالا دارم الان ویدیوهای اینستارم ان شاءالله امشب اگر بشه بدیم دست ادیتورمون. این شات چرا نخورد؟ این یکی خورد و اینجا هم 2 شات شد. آره بدیمش دست ادیتورمون و ادیتاشو بزنیم. اگر خدا بخواد امشب بهم برسه، ادیتورم خدایی خیلی داره پاره میشه. من از همینجا از همین تریبون ازش عذرخواهی میکنم، ولی اون میرسونه بنده خدا. من یکم چیزم حتی منم خب خدایی دیگه چیکار کنم دیگه. ویدیو رو از 100 تا ویدیو بود بچه، دونه دونه نشستم همه رو دیدم، همینجوری تیکه تیکه کردم، شورت کردم ویدیو رو که دیگه الان اوکی شده. ایشالله بدم دست ادیتورم بزن و اگر بشه تا فردا برسه بهم فردا با ویدیو یوتیوب آپلودش میکنم. اگرم نشد ایشالله بدون حرف پیش من شنبه ریلز اینستا رو میذارم و استوری اینستا هم شروع میکنم با آهنگ براتون میذارم که برین عشق کنید دیگه. جمع یار ما رو زدن از اینجا اصلا ایمو میبینین خدایی به خدا مدیونی فکر کنید دارم میس میدم و اینا همش میخوره، ریجستر نمیشه.
من اینا رو روش کار میکنم ان بعد بچه ویدیو سنس هم از من میخواستین، کامنت های ویدیو قبلیمو چک کردم، یکی زده و ویدیو سنس بذار که چطوری درست کنیم سنسمونو. از همین تریبون میگم داداش من هنوز سنس خودم اوکی نیست واقعیتش، ولی قلق داره بلدم. بعد چیکار کنم؟ حالا از بقیه یوتیوبر دیدم، از مسعود پانیشر دیدم، از امید سیکس هم دیدم که چطوری سنس رو به دست بیاریم. زیادم کار سختی نیست. ایشالله براتون ویدیوشو تا قبل عید من میذارم. بذارین فقط من یکم این فشار درس ها و اینا کم شه، من وقتم آزاد چه خودم برم پلی بدم، سنس خودم در بیارم، بعد برای شما میذارم که شما هم سنستون رو در بیارین و دیگه خلاصه برید اوباش کنید تو گیم. و اینکه دیگه نگم دیگه، لطفا سابم کنید، انرژی بگیرم، ویدیو رو لایک کنید، یه کامنت انگلیسی هم برام بزنید. به خدا وقتتون زیاد نمیگیره، کمتر از 30 ثانیه وقت میگیره. همیشه هم دست و دل باز باشیم. ببینید یارم رندوم بود، ما کم باز نبود، خودش به من گامتیک بده، گفتم چشم بیا گامتیک برات میندازم، کیلومتریکمو دادم بهش، خودم گراو کشیدم. آره خلاصه به این حرکت رو بزنید، 30 ثانیه بیشتر وقتتون رو نمیگیره دیگه. یه ساب میخواین بزنید، یه زنگوله هم بزنید، هر وقت ویدیو گذاشتم سریع بیاین ویدیو رو نگاه کنید که به من انرژی بدین. ویدیو رو اگر میشه پخش کنید، به دوستاتون رفیقاتون منو معرفی کنید بیان ویدیوهامو ببینن. بعد یه کامنت انگلیسی ایکات با قلب قرمز هم برام بذارید که من انرژی زیاد بگیرم براتون ویدیوها رو سطحش رو بیارم بالاتر. اینجا فکر کنم باش چش تو چش میشم با این یاروه، فایت رو در رو میدم و میخورم ازش فکر کنم و یارم بلندش میکنه. آخر بازی ببینید چیکار میکنم. اگر راش نمیدادم آخر بازی بذار اسپویل نکنم دیگه، هنوز نشده، برسیم خودتون ببینید. خلاصه دیگه کم کم داریم به آخرای ویدیو نزدیک میشیم. لایک و اصلا ببین خیلی چیز دستم اینجا هم که مردیم، نیدو زدم زیر خودم، اصلا دیوانم به خودم من. بعد آره دیگه داریم به آخرای ویدیو نزدیک میشیم. ویدیو رو حتما لایک کنید، منو ساب کنید، یه کامنت انگلیسی هم برام بذارید. 30 ثانیه بیشتر وقتتون رو نمیگیره، کلی انرژی ولی به من میدین، وسط ویدیوها رو میارم بالاتر. امیدوارم هر جا هستین شاد باشین. برفم اومده بریم اشغال کنیم. اینجا لیفیتر رو میندازیم و میپریم پایین. شما اینجا گیجش بردی. اولی وانشات، دومی هم وانشات با منی. بعد دیگه بریم تا ویدیو بعدی. امیدوارم از ویدیو لذت برده باشین. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار با ویدیو خفن و فضایی دیگه. امیدوارم حالتون همیشه خوش باشین. ریدم آخر ویدیو رو، ادیتور عزیز اینجا رو من باید کات کنی و یه دونه اینترو بگیرم.